ببینید در این ویدیو امروز میخوام بهتون نشون بدم که من امشب چه بلایی سر ایجی کینگ آوردم وسط ماینکرافت تو استریمش. کاری کردم که ببینید داشت خوب پیش میرفت استریم و ماینکرافت داشت بازی کرد. ببینید اینجوری بود که هر کی یه چیز کنه اسمش چیه اونا که دونیت کنه، خب یه حرکتی بهش میداد. مثلا منو بکش میشه، یعنی وقتی یه نفر 500,000 تومن بهش بده برای همیشه میمیره. حالا فشاری اینا رو کدش بود مردم مثلا فشاریش کنن دیگه. خب ببینید این رفته بود داشت دیگه میبرد، یعنی اگه این مرحله‌شو میبرد من ببینید کسی که داشتن میدیدن مثلا دشمنه، مثلا توی ایجکی بودن تو این استریم، خب داشتیم میباختیم اگر ایجی کینگ توی ندر چیز جمع میکرد، اونا که میخواست جمع میکرد بلیز، خب داشت جمع میکرد دیگه، داشتیم ما میباختیم. گفتم من بدم 250,000 تومن بمیره. ببینید هول کرد، همه هول شدنش باعث شد 1000 بار بمیره آخرم ببازه. نکنید الان ویدیوشو میذارم. وای 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 نکنید وای وای اون پایین زده بود محمد انوشیروانی 250,000 تومن به شما داد. وای 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 فکر کنم یکی دونیت گنده کرد. من توی قایق میشینم از جام تکون نمیخورم. به خدا من نمیدونم. من همین تو میشینم تکون نمیخورم. به خدا یارو اگه چانک دیلیت زده باشه یا تلپورت چانک دیلیت زدم، بله. یا چانک دیلیت، یه تلپورت یا چانک دیلیت، یا بکنه بمیر، یا بکنه بمیره یا چانک دیلیت. نمیدونم. قلبم داره میاد تو دهنم. چه هیچ اتفاقی نمیفته. دارم میمیرم. به خدا داره دوب سوپس میزنه. وای حسین چرا اتفاقی نیفتاد؟ شانس من اینجا باگ خورد، نگنه همین الان میمرد خیلی بهتر بود، زودتر میباخت. ولی خب همین باعث شد استرسش زیاد بشه و هی ببازه آخرم به خاطر من باخت. نه الان اوکی میشه. آها سفیدی دیگه باگ شد پلاگین، الان اوکی میشه. واقعا باگ شد. من پیاده نمیشم از این قایق. من از این قایق پیاده نمیشم تا اینکه نمیدونم. من از این قایق پیاده نمیرم. هیچ من پر میکنم. با چه اتفاق نمیفته. دارم سکته میکنم. آخر سر پیاده شدم از این قایق. نه پیاده نشدم. اینجا یکی الان از این گاو وحشی ها اسپام میکنه تا بهم کمک کرد که از قایقش بیاد بیرون. اگه تو قایقش میموند با قایق فرود میومد و زنده میموند. اصلا پلاگین قطع شد کلا. نه اون چون که بنده خدا چیز کرد کار نمیکنه، الان یکم دیگه درست میشه. چانک دیلیت زده. مرسی که اسپویل کردی. وای من خب الان چه غلطی کنم؟ من از قایق پیاده نمیشم. از قایق پیاده شم مردم. وای مجبورم از این قایق پیاده شم. مجبور شدم از این قایق همونطور که دیدید با این باخت باعث باختش تو کل راندهایی که دوباره استارت میزد شد. چرا؟ چون که من چیز کردم، یه کاری کردم سکته کنه از ترس و همونجا میتونست راه بره و این اتفاق براش نیفته.
بعد آخر سر هر مثلا گنده گوزی میکرد این یوتیوبر اسمش یادم رفت معروفه 1,000,000 زد همه چی ریست شد به خاطر اینکه مثلا من زدم این باخت میگفت که بهتون نشون میدم حالا بهتون نشون میدم من خیلی قویم این هرسش در اومد 1,000,000 زد راحت باخت برای همیشه حالا ادامه بهتون نشون میدم این کار نبود که من کردم و جلوتر میبینید من چیکار کردم اینجا میبینید من چیکار کردم چون نره بابا برم اینجا گم شو بدم کنید ولکن مرا یره برا ولکن ما با رندومشون اصلا کلا پلاگین قطع شد حسین بچه فعلا دونیت نکنید اینها این کاری بود که من باهاش کردم زکی به زوکی زوکا زکاکاکا داداش میشه از این در بری برون کی زده بود دونیتو محمد انوشیروانی مرسی سرعت 250,000 تومان همین اسمارم برد تو ویدیوش توی استریمش اگه ویدیو رو ببینید دست نکنه خدافظ لکوساف شما فراموش نشه من دارم برمیگردم به یوتیوب